آسمان اول میره، بعدن به آسمان دوم میره، بعدن به طبقه سوم میره، به همین شکل بالاتر رفته میره تا اینکه نزد الله متعال نماز او شخص قبول می شود. پس این 5 نوع اشخاص کدام اشخاص هستند که نمازشان از سرشان بالا نمیره، یعنی اصلا خداوند متعال نمازهایشان را قبول نمی کند. شماره اول، شخص شرابی، کسی که شراب می نوشد و نشه می کند و یا هم کاروبار الکل و شراب را می کند. این هیچ وقت نمازش به درگاه الله متعال قبول نمی شود. نماز اینطور اشخاص در دنیا پس در رویشان زده می شود، چه برسه به که خداوند متعال او را قبول بکند. تا که شخص شرابی نزد الله متعال توبه نکند و شراب نوشیدن و کاروبار شراب را بسته نکند، نماز از او هرگز نزد الله متعال قبول نمی شود. عزیزان، یک زمان یک شخص بود که بسیار نمازخوان بود، اما آهسته آهسته کار سود را که می کرد بسیار پولدار شد و آهسته آهسته کم کم شروع کرد به نوشیدن